اگه بخوام از طعمش بهتون بگم خیلی خوشمزه است. گوشتش که خیلی نرم و لطیفه. سلام، حالتون چطوره؟ بریم رستوران سیب توی دبی. من اولین باره دارم میرم ولی خیلی تعریفش رو شنیدم و اینکه چند بار هم پسر شیخ محمد، شیخ همدان رفتن و اونجا غذا خوردن، پس باید خیلی عالی باشه که رستوران مورد علاقش. رستوران‌های ایرانی زیادی رو توی دبی رفتم که غذاهاشون واقعا خوب بوده و اینجا غذاهای ایرانی به نظر من کیفیتش عالیه. حالا میخوام امروز برم سیب و با رستوران ایران زمین که همیشه میرم مقایسهش کنم. یه روزم ولاگ رستوران ایران زمین رو براتون میگیرم. خب بذارید وان زبیلم بهتون نشون بدم خیابونای قشنگ دبی. رستوران سیب توی خیابون جمیراست. خیابونم اگه اشتباه نکنم خیابون صدبه بود که از توش رد شدیم. ما رسیدیم. این قسمت پارکینگ داره، راحت میتونید ماشینتون رو پارک کنید. خب این پایینو یه ذره از لوکیشن اینجا هم براتون بگیرم. من پیشنهاد بهتون میدم اگه اومدین دبی حتما برید و مندی اون رستوران زمزم رو تستش کنید، خیلی خوبه و خوشمزه است. داشتیم میرفتیم بریم رستوران، تواضع خودمون رو دیدیم که اینجا نمایندگی داره زعفرون و ظرفای مسی و پسته و واسه ما ایرانی ها همه جا حرف واسه گفتن داریم. به چقدر خوشگله، ببینید اینا واسه پایین رستورانه، مثل مال کوچیک میمونه، خیلی خوشگلن. من الان نمیدونم به اینا میگم میناکاری، نمیدونم چیه دقیقاً ولی چقدر خوشگله. من دقیق نمیدونم اسم این مال و این لوکیشن چیه. حالا اگه چیز کردم واسهتون پیدا کردم که زیر این قسمت مینویسم. پله برقی ها رو که میایین بالا میرسید به رستوران سیب. رسیدیم رستوران سیب. خب بریم ببینیم این همه که تعریف میکنن از این رستوران چجوریه و غذاش چه کیفیتی داره. اولش که میان با یه دونه از این شاتای شربت وینتو پذیرایی میشید. شربت وینتو یه شربت محبوبه توی جنوب ایران و عربا خیلی دوست دارن ماه رمضان. قراره که توضیح بدم برامون که منوشون به چه صورته و چه غذایی بیشتر اینجا حالا سفارش میدن، اوردر میدن و چطوره. مرسی. میتونید برای اپتایزر میکس مزه رو داشته باشین که حالا شامل هم کشک بادمجون، میرزا، زیتون و اپتایزرها میشه. پس یعنی تمام پیش غذاهای ایرانی رو شما دارید با حالا میکسای عربی. بله، یه پیش غذای ایرانی دیگه هم که داریم تهدیگه که با خورشت قیمه و قرمه میان. تهدیگ بمبمون بستسلرمون هستش که یک گوشت کامل گردنه، 700 گرم گردن هستش با تهدیگ باقالی پلو. سالاد پلتر هم اگه دوست داشته باشین انواع سالادامون رو میتونین انتخاب بکنین. قیمت همه غذاها هم که همینطور که میبینید پایین هر کدوم هست. و بعدش میتونیم بریم سراغ کبابا که واقعا میتونم بگم بهترین کباب داریم. خیلی از مشتری‌ها میگن کبابای ما رو طعمش حتی تو خود ایران هم ندارن. خیلی هم عالی. مرسی از توضیحاتتون. خب دیگه ما بریم سفارشمون رو بدیم و برگردیم. برامون نون آوردن، نون پنیر و گردو واسه حالا اول اینکه پذیرایی بشید. یه جورایی پیش غذا اینجا خیلی میارن توی رستورانا. توی ایران زمینم که من رفته بودم اینو میارن. قیمتش 145 درهمه. غذای معروف رستوران سیبه، همینطور هم که میبینید زده امضای رستوران سیب. سفارش میدیم و برای 3 نفرم گفت اوکیه و راحت سیر میشید. تا الان چیز خاصی نسبت به رستوران‌های دیگه نبوده. پذیرایی و پیش غذا مثل رستوران‌های دیگه و میگم من اومدم اون غذایی که خیلی معروف و امضای رستوران سیب رو تست کنم ببینم واقعا همونقدر خوشمزه است که همه میگن یا تبلیغاته. غذای هیجانی ما رو آوردن. به به
اگه اشتباه نکنم گوشت گردنه با سبزی پلو باقالی. بزن بریم که این غذای هیجانی رو با هم تستش کنیم. اگه بخوام از طعمش بهتون بگم خیلی خوشمزه است. گوشتش که خیلی نرم و لطیفه، تعدیگش هم که دیگه مشخصه چقدر کریپسیه. غذاشون که خیلی خوب بود، من کیفیتش رو دوست داشتم و رفتار پرسنل اینجا هم که خیلی اوکی بود. امیدوارم که شما هم بیاین دبی و حتما بیاین رستوران سیب و غذای مخصوصشون رو تست کنید. و یه چیزی که میخواستم بگم مقایسه کنیم با مثلا رستوران دیگه ای که مثلا رستوران ایران زمینه، به نظر من کیفیت ها یکی بود، ولی خب این غذای مخصوص رستوران سیبه. امیدوارم که توی ویدیوهای بعدی ببینمتون. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. به امید دیدار.